سلام علیکم دوستا. قسمی که میبینین امروز در بخش کنسولگری افغانستان در بون هستم. از خاطر تمدیدی پاسپورت افغانی ما آمده بودم، خواستم که تمدید کنم. فکر میکردم که شاید کار کردن خود بند کنم. بعد از این که امو طالبا گفتن که یعنی قبولشان نداریم، اما به هر صورت اینا کار میکنن. شما هر کارتان که بند باشه میتونین که بین. و این قسمه که میبینین با ما یک استیکر چسباندن. اما کارایش نیم ساعت شد. دوستا این از کنسولگری واقع در بون آمدیم، یک بولانی و چتنی هم گرفتیم. بخیر جای شما خالی. ساعتم 12 بجه است که بخیر همی بولانی را کتم چتنیگه که وطنی. واه چی یک بوی میتمات. خوب دیگه خیر باشه بریم نان بخوریم. این دوستا بولانی هم بولانی کچولوس ایره فقط این همون تو لوله کده اینی چتنیگه کش است. دمی چتنیگه گنه تو یک چوکش میکنیم. بسم الله. جای شما خالی.